مقامات انتظامی تاجیکستان پس از تقریباً 2 ماه زنازانی در طرفخانه پارلمان در خوجند که پای یک دادستان در میان بود قسماً شرح دادند. دادستان کلی تاجیکستان 13 فوریه گفت بنابر ویران کردن آیین‌نامه داخلی نسبت به دادستان شهر بوستان چاره اندیشیده ولی نسبت به شرکتداران دیگر زنازانی پرونده جنایی باز کردند. روز 20 دکبر سال 2025 شبانه ساعت 23-24 در یکی از طرفخانه مهمانخانه پارلمان در شهر خوجند مناقشه بین پروکورور عزیز عبدالقهار و صاحب ملک مهمانخانه اشرف پرویز به میان میاد. بعد مناقشه وقتی که پروکورور به بیرون میبراید مدتی با چقدر پس پسری اشرف پروین اوید این حادثه گویا خبردار می شود با همراه دوستان و رفیقانش به نزد مهمانخانه پارلمان حاضر می شود که برای چی نسبت پدر او گویا مناقشه شده است و در همین جا وقتی که اونها با پروکورور در بیرون یعنی که الکی بیرون از مهمانخانه بیرون از طرفخانه در کوچه پروکورور رو می بینند با همراهانش پروکورور رو مورد لط و کوب قرار می دهند. در نتیجه لط و کوب قرار دادن پروکورور شهر بوستون عزیز عبدالقهار جراحت جسمانی درجه میانه میبردارد. در حالی که شرح شرکتداران زنازانی دسترس نیست، رئیس دادگاه شهر خوجند دلاور میرزا حامدزاده به روزنامه‌نگاران گفت از روی حادثه مذکور 2 نفر عیبدار شدند. یکی از آنها نابالغ است. پرونده جنایتی وارد شد نسبت نابالغ احمدов عبدالرحمن عبدالغفارویچ در صادر نمودن جنایت با ماده 237 قسم 2 بندهای A و B یعنی صادر نمودن جنایت عباشی با علامت‌های رساندن ضرر میانه به سلامتی و از جانب گروه شخصان. پرونده دوم نسبت مصطفی‌زاده نرزالله اعظم نیز با ماده 237 قسم 2 بندهای A و B به سود وارد شده است. همین پرونده ها عین حال مورد بررسی قرار دارند و قرار نهایی با این پرونده ها قبول کرده نشده است. مرافع دادگاهی آخر ماه ینور شروع شده بررسی آن هنوز ادامه دارد. پیشتر منابع رادیو آزادی گفته بودند که در این حادثه 4 نفر گمانزد هستند. پرونده باقی مانده ها بر اساس کدام بند کودکس جنایی محاکمه می شود هنوز معلوم نیست. در مناقشه در طرفخانه پارلمان در روز 20 دکبر سال 2025 نزدیکان بعضی از مقامداران بلندپایه شرکت داشتند. پرویز اشورف داماد سابق سروزیر تاجیکستان و پسرش پروین اشورف و عبدالقهار عزیزوف دادستان شهر بوستان پسر عبدالجبار عزیزی یاور سابق امامعلی رحمان 2 طرفی ماجرا هستند. نزدیکان 2 طرف همدیگر را در سر زدن حادثه گناهکار می‌دانند. پس از چند روز نشر گزارش درباره این مناقشه مقامات خبر دادند که عبدالقهار عزیزوف دادستان شهر بوستان از مقامش برکنار شده است. در شبکه‌های اجتماعی نوارهای زیاد از این زنازنی نشر شد که در هر کدام آن جانب‌ها طرف دیگری را سبب سر زدن مناقشه می‌نامند. همچنین شاهدان حادثه در صحبت‌های جداگانه به خبرنگاران رادیو آزادی گفتند که در زنازنی اینچنین نمایندگان دیگر مقامات حفظی حقوق و شخصان منصبدار نیز حضور داشتند. ولی دادستان کل و نمایندگان دادگاه درباره آنها معلومات ندادند. زنازنی با اشتراک منصبداران یا نزدیکان آنها در تاجیکستان در گذشته هم دیده شده است، اما در اکثر موارد نتیجه پروندهشان رسانه‌ای نمی شود. مقامات انتظامی تاجیکستان که از خردترین قانونشکنی‌ها خبر می‌دهند، عمدتاً درباره جنجال فرزندان و پیوندان منصبداران و افراد با نفوذ سکوت می‌کنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.